ضعف زبان متاسفانه یه ضعف عمومیه. خودشون میگن اگر من زبان رو میدونستم در اون نقطه، میدونم اون در واقع جان مطلب رو نتونست مترجمم ادا بکنه برسونه و متاسفانه من نتونستم حالا اون قرارداد رو ببندم. یک آقای وکیلی هستن که توی ایران از وکلای خیلی معروف هستن، حالا اسم نمیبرم، ولی ایشون در کار وکالت بسیار فوق‌العاده‌ان. 2 کارخونه بزرگ رو مدیریت میکنن و به دلیل ندونستن زبان انگلیسی به گفته خودشون جملهشون دقیقاً اینه، گفتن که من شاید صدها هزار دلار فقط ضرر مالی دادم توی کار بیزنسم فقط به دلیل اینکه زبان انگلیسی رو نمیدونستم و همراه کسی که میرفتم اون اگر حتی مترجم بوده اونجوری که من میخواستم در واقع مفاهیم من رو بیان نمیکرده. من نوعی وقتی که فارغ التحصیل میشم اصلا نمیتونم، قادر نیستم که صحبت کنم، اصلا چیزی رو نمیشنوم، فقط در حد خواندن و حالا خیلی هم زحمت زیاد کشیده شده باشه فرد بیا ترجمه انجام بده، تمام شد، انگلیسی تمام شد. که مشاور بازرگانی رفته بود به الجزیره و یک سفر دیگه به انگلیس داشتن، دقیقا همین رو با اون تیم 4-5 نفره‌ای که توی کلاس آموزشی ما بودن پیاده کردن و موفق به در واقع عقد قرارداد شدن. صادراتی که چندین میلیارد دلار میتونه توی اون صادرات برای مجموعه و منافع و مصالح ملی کشور سودآوری داشته